لوکزامبورگ یک کشور کوچک در شمال اروپا است. این کشور با جمعیت 570,000 نفری از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب میاد. این کشور کوچک جاذبه‌های دیدنی و تاریخی بی‌نظیری داره و یکی از مقاصد گردشگری اروپا است. امروز علت و تاریخچه ثروت این کشور را بررسی می‌کنیم. ثروت کشورها به وسیله تولید ناخالص داخلی آنها محاسبه میشه. اقتصاد لوکزامبورگ از اوایل قرن 20 شروع به رشد زیادی کرده، به طوری که این کشور کوچیک امروزه بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی رو داده و ثروتمندترین کشور جهانه. لوکزامبورگ از زمان استقلال تا اواخر قرن 19 اقتصادی ضعیف بر پایه کشاورزی داشت، اما در اواخر این قرن با کشف ذخایر آهن صنعت فولادسازی تو این کشور رونق زیادی پیدا کرد و پیوستن لوکزامبورگ به اتحادیه گمرکی آلمان باعث باز شدن بازار آلمان، توسعه صنعت فولاد لوکزامبورگ و گسترش شبکه راه آهن لوکزامبورگ از سال 1855 تا 1875 شد. توسعه فولادسازی در لوکزامبورگ باعث شد که این کشور به یکی از بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل بشه و شرکت‌های فولادسازی لوکزامبورگی مثل فولاد میتال به بزرگترین تولید کننده های فولاد جهان تبدیل بشن. با شروع جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه لوکزامبورگ توسط آلمان اشغال شد، اما به خاطر مساحت و جمعیت کم این کشور و همینطور عدم مقاومت جدی مقابل آلمان و رژیم نازی، آسیب کمتری به اقتصاد و سیاست لوکزامبورگ توی جنگ وارد شد. برای همین بعد از جنگ تونست سریعتر از بقیه کشورهای اروپایی ثبات اقتصادی و سیاسی خودش رو دوباره به دست بیاره. تو سال 1952 6 کشور اروپایی از جمله لوکزامبورگ تصمیم گرفتن برای جلوگیری از جنگ دوباره و به تنهایی قدرت گرفتن یک کشور تو اروپا جلوگیری کنن. برای همین تصمیم گرفتن بازار مشترک اروپایی زغالسنگ و فولاد رو تأسیس کنن. این کشورها می‌خواستن تو کار تولید زغالسنگ و فولاد که مواد خامی برای تولید صنایع نظامی بودن رو به هم کمک کنن و همین مسئله باعث شد که لوکزامبورگ ثروتمندتر بشه و به مرکز مهمی برای ارتباط بین بازارهای مالی اروپا تبدیل بشه. با گذشت زمان همکاری تو این بازار بیشتر شد و کالاهای دیگه و خدمات و سرمایه رو هم در بر می‌گرفت. وقتی میرسیم به سال 1933 این بازار مشترک تبدیل به اتحادیه اروپا میشه و الان لوکزامبورگ به خاطر قرار گرفتنش تو قلب اروپا تبدیل به مرکز مهمی برای ارتباط بین بازارهای مالی جهان شده بود. به خاطر ثبات اقتصادی و سیاسی لوکزامبورگ و دسترسی به بازارهای مالی جهان، بانک‌های بزرگی مثل جی پی مورگان و کردیت سوئیس داخل این کشور شعبه زدن و سرمایه‌گذاری کردند. همچنین باعث تبدیل این کشور به یکی از بزرگترین مرکز مالی و بانکداری جهان شدند و همینطور به خاطر مالیات کم، امنیت بانکی بالا و وجود بانک‌های بین‌المللی بزرگ تو این کشور، سرمایه‌گذارها و تاجرای بزرگ در این کشور سرمایه‌گذاری کردند و باعث رشد اقتصادی به خصوص در صنعت گردشگری شدند. بعداً تو سال 2019 ویروس کووید 19 که متعلق به دسته‌ای از ویروس‌ها به اسم کرونا ویروس یا ویروس چینی هستند، کل دنیا رو همونطور که می‌دونید به طرز وحشتناکی در بر گرفت و نه تنها فقط به سلامت دنیا صدمه زد، بلکه اقتصاد دنیا رو هم تحت تاثیر قرار داد و ضربه بزرگی به اقتصاد جهان زد. با این حال لوکزامبورگ تونست با مدیریت درست اقتصادی همچنان ثروتمند باقی بمونه و در سال 2021 تولید ناخالص داخلی این کشور 82 میلیارد و 900 میلیون دلار آمریکا بود و در سال بعدش یعنی 2022 همزمان با تقریبا ریشه‌کن شدن این ویروس این عدد به 85 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید. لوکزامبورگ تو زمینه هوش مصنوعی هم سرمایه‌گذاری کلانی کرده. مثلا یک صندوق 100 میلیون یورویی هوش مصنوعی برای سرمایه‌گذاری تو شرکت‌های نوپا و پروژه‌های هوش مصنوعی تأسیس کرده و با تأسیس مرکزی ملی هوش مصنوعی این فناوری روز به روز در لوکزامبورگ در حال گسترشه و در آینده نزدیک میتونه هزینه‌ها رو کمتر کنه
و باعث افزایش درآمد این کشور بشه. همین الان هم که داریم حرف میزنیم هوش مصنوعی در فناوری مالی، بهداشت و درمان، لجستیک و کشاورزی در لوکزامبورگ استفاده میشه و باعث نظم، سریعتر شدن کارها، بهره برداری و درآمدزایی بیشتر از این فعالیت‌ها و صنایع شده. همچنین سرمایه‌گذاری‌های دولت لوکزامبورگ تو زمینه فناوری‌های دیجیتال و به خصوص تو حوزه ارز دیجیتال کاری کرده که این کشور به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای اروپا تو این زمینه بشه. برای مثال در سال 2022 بورس اوراق بهادر در لوکزامبورگ اولین صندوق معامله در بورس ETF رو مبنی بر بیت کوین تو اروپا راه انداخت و همینطور بعضی شرکت‌های بزرگ فعال تو زمینه‌های ارز و فناوری بلاکچین مثل اسکوئر انیکس، بیت استمپ و اتریوم فاندیشن دفتر مرکزی خودشون رو تو لوکزامبورگ قرار دادن. امروزه لوکزامبورگ طبق آخرین آمار رسمی با 82 میلیارد و 900 میلیون دلار تولید ناخالص داخلی GDP ثروتمندترین کشور جهان به حساب میره.